سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. عزیزای دلم، این ویدیویی که امروز قراره ببینید و این آموزشی که قراره امروز برای شما بذارم یکی از بهترین، مجربترین و تضمین 100% میدم براش. و اینکه قبل از اینکه آموزش رو شروع کنم خواستم در مورد این صحبت کنم که ببینید عزیزای دلم، بودن کسانی که تو تلگرام، تو اینستاگرام، تو فضای مجازی، جایی که من کار میکنم فعالیت دارم، هی به من پیام میدن که روزا روابطم به هم خورد، روزا من نمیدونم چرا یه اتفاق افتاده، روزا فلان کار انجام میدم، فلان سیگل انجام میدم، جواب نمیده، یا میترسن از این که ارونیکا و سیگل ها استفاده کنن و اینکه یه ترس عجیبی دارن. با اینکه من بارها در موردش صحبت کردم و گفتم که رونیک ها و سیگل ها، اصلا اسم سیگل از سیگنال میاد، یعنی فرستادن ارتعاش، فرستادن سیگنال به جهان هستی و کائنات. و باز هم متوجه نمیشن و اینکه ترس دارن کلا، اینکه واو نکنه اتفاق بدی بیفته، نکنه این که انجام بدم برعکس عمل کنه. که من میتونم بهتون بگم نه، اصلا همچین چیزی نیست و هیچ انرژی منفی تو رونیکا و سیگل ها نیست. که ما با کائنات و با جهان ماورایی و کائنات ما در تماس هستیم. این در مورد رونیکا و سیگل ها. ولی با تمام این اتفاقاتی که افتاده، حالا سوالاتی که پرسیدن و ترس ها اینها، من خواستم امروز بهتون یک آیه بسیار مجرب میخوام قرآنی بهتون معرفی کنم و اینکه خواهشاً کاملا گوش کنید، سوال نپرسید. وقتی خوب گوش کنید دیگه سوالی نمیمونه، چون من تا اونجایی که بتونم دونه به دونه سوالاتو توی خود ویدیو جواب میدم. پس خواهشاً خوب گوش کنید به حرفای من. آیه قرآنی که میخوام بهتون معرفی کنم بسیار مجربه و بسیار روش کار شده و اینکه نتیجه های بسیار زیادی داشته. پس میتونم در مورد این آیه قرآن تضمین بدم که 100% نتیجه میده برای بازگشت معشوق، عشق زیاد، تماس فوری، طرف مقابلتون باهاتون تماس بگیره، برگرده به رابطه با شما. و چیزی که این وسط مهمه و خیلی مهمه، میخوام در موردش صحبت کنم، این هستش که ببینید عزیزای دلم، از اونجایی که دیگه قرآن، دیگه آیه قرآنی دارم بهتون آموزش میدم و وقتی میگم 100% یعنی 100% نتیجهش. و اگر کسی از این آیه استفاده کرد و نتیجه‌ای که باید میگرفت رو تو طول 2 روز نگرفت، میتونم بگم شما 100% یا طلسم دارید، یا موجود غیر ارگانیک تو زندگیتون هست، یا همزاد دارید، یا یه بستگی بزرگ توی زندگیتون دارید که باید حتما حالا اونایی که طلسم دارن با طلسم انجام بدم، اونایی که حالا همزاد بد دارن باید دفع همزاد انجام بدن. و این که دارم اینو بهت میگم به خاطر اینه که وقتی آیه قرآنی که دارم بهتون پیشنهاد میدم و میگم 100% و نتیجه بسیار زیادی تو این چند ساله که به عزیزان دادم و نتیجه گرفتن، اگر شما نتیجه نگیرید میتونم بهتون بگم 100% شما یا بستگی یا طلسم یا همزاد، بالاخره یه چیزی دارید، یه بستگی خیلی بزرگ دارید که آیه قرآنی هم روی زندگی شما تاثیر نداره. دیگه وقتی با آیه قرآن مقابله میکنه، این یعنی اینکه بستگی وجود داره، یک انرژی منفی، یک انرژی شیطانی وجود داره که با قرآن هم مقابله میکنه. خب این چیزی که میخوام بهتون آموزش بدم. بچه دیگه سوال نپرسین از من چند درصد نتیجه میده، چجوریه، حالا چی کار باید بکنم. من همه رو مو به مو بهتون توضیح میدم، پس دیگه نیاز به سوال پرسیدن نیست. و یه چیز همیشه یادتون باشه، وقتی سوالی براتون پیش میاد زیر همون ویدیو
سوالاتتون رو بپرسین. خواهشان داخل تلگرام نیان هی پیام ندید من اینو چیکار کنم، من اونو چیکار کنم. من نمیرسم پاسخگو باشم داخل تلگرام، به خاطر اینکه کلاسای آنلاین دارم، کلاسای مختلفی هست، باید همه اونا رو هندل کنم. سفارش های عزیزان هست، فال هست، همه اینا هست و من نمیرسم، واقعا نمیرسم بخوام دونه به دونه بشینم سوالات شما رو جواب بدم و بعد بشینم فکر کنم ببینم اصلا شما در مورد کدوم یک رونیکا و سیگل ها آیه های قرآنی دارین صحبت میکنید. پس بهتره که زیر همون ویدیو کامنت بذارید، من میام پاسخگو هستم. این از این که خواستم روشن بشه براتون. خب و در مورد این آیه قرآنی تضمینی چندین وقته که ما عزیزان دور هم دیگه جمع شدیم و سر این آیه خیلی کار کردیم که ببینیم چند درصد نتیجه میده. میتونم بگم 100% نتیجه قطعی داره و اگر شما نتیجه نگرفتی خواهش میکنم ویدیو رو جلو نزنید، باید تمام اینا رو گوش کنید و اگر نتیجه نگرفتین مطمئن باشین 100% شما دچار انسداد هستید. هر انسدادی، طلسم، دعا، بستگی، چشم زخم، چه میدونم، هر چیزی، انرژی های شیطانی همزاد. خب بریم آموزش رو شروع کنم. این آیه رو باید قبل از خواب 51 بار بخونید. من آیه رو بهتون نشون میدم و اینکه عکس این آیه رو من داخل این ویدیو میذارم که کاملا بدونید چی، از روش عکس بگیرین، اسکرین شات بگیرین که براتون بمونه. خب این آیه‌ای که در موردش صحبت کردم این هست. این آیه رو باید 51 مرتبه قبل از خواب باید تکرار کنید. این ذکر رو، این آیه رو باید قبل از خواب بخونید 51 بار به نیت طرف مقابلتون که برگرده به رابطه باهاتون و باهاتون تماس بگیره. خب توضیحی که مهمه در مورد این، وقتی یک بار این آیه رو میخونید باید این جمله رو بگید. اول این آیه رو میخونید و ضرب لنا مثلا و کاملا تا آخر میخونید خلق العلیم و بعد میگید عاشق شود، دلتنگ و بیقرار شود فلانی فرزند فلانی. یادتون باشه هر بار این آیه رو میخونید این جمله رو باید بگید. عاشق شود، دلتنگ و بیقرار شود فلانی، حالا اسمش امیره، محسن، محمد، فاطمه، زهرا، هر کسی که است اسمشو میگی، مثلا زهرا فرزند مثلا مریم یا امیر فرزند کلثوم، هر اسمی میتونه باشه. اوکی؟ پس آیه رو که میخونید شروع میکنید این کلمه رو میگی عاشق شود، دلتنگ و بیقرار شود فلانی فرزند فلانی و بعد باید این رو 51 مرتبه قبل از خواب، فقط هم یک بار عزیزان باید این کار انجام بدید، فقط یک شب 51 بار میخونید و اون کلمه‌ای که گفتم رو تکرار میکنید زیرش. 51 بار که تمام شد راستی کسانی که اسم طرف مقابل رو نمیدونن میتونن از حوا استفاده کنن. اسم مادر طرف مقابلتون رو نمیدونید حوا میذارید و اگر عکسش رو دارید، عکس پسره رو دارید یا عکس دختره رو دارید خیلی هم بهتره عکسش رو بذارید و روی عکسش این آیه رو بخونید و بهش فوت کنید. فقط هم کافیه یک بار این کار رو انجام بدین. یک بار به تعداد 51 مرتبه باید این آیه رو بخونید با اون چیزی که بهتون گفتم. باید توی 2 روز نتیجه بده. یعنی طرف باهاتون تماس بگیره، طرف بهتون زنگ بزنه، طرف بیاد ببیندتون، بهتون پیام بده. باید توی 2 روز این اتفاق بیفته. اگر نیفتاد میتونم بگم 100% شما بستگی دارید. طلسم، دعا، موجود غیر ارگانیک، همزاد و چشم زخم و اینجور چیزا.
پس باید شروع کنی به درست کردن اون. حالا باطل السحر انجام بدین یا دفع همزاد انجام بدین، وگرنه امکان نداره این آیه 51 بار خونده بشه به نیت طرف مقابل و نتیجه نده. ببینید چقدر دارم روش تاکید میکنم و تضمین میکنم. حالا یه عده نیام بنویسیم من نتیجه نگرفتم. خب نتیجه نگرفتی، بهت گفتم مشکل داری و مشکلت رو برطرف کنی. اوکی؟ اینم از آموزش امروز. امیدوارم که راضی بوده باشین. عزیزان نتایجتون رو پایین ویدیو کامنت کنین و اینکه سوالی هم داشتین پایین ویدیو کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم. ممنون که تا این لحظه با من بودین. کسایی هم که حالا کاری چیزی دارن میتونن به آیدی تلگرام که پایین ویدیو میذارم مراجعه کنید. فعلا خدا نگهدارتون.